برای اینکه یک محتوا عملا ما بنویسیم، اولین کاری که باید انجام بدیم اضافه کردن عنوانه. خب مثلا من میخوام درباره یه سایت فروشگاهی که کارش فروش محصولات قهوه است بیام و مقاله بزنم. خب قطعا من باید اولا درباره قهوه تولید محتوا انجام بدم. به طور مثال میام توی عنوانش مینویسم اسپرسو چیست. میام یه مقاله درباره اسپرسو مینویسم. مقالم نباید کپی باشه و میتونم از سایت‌های مختلف کمک بگیرم. خب مثلا میخوام یه عکس بذارم. اگر من بخوام یه عکس اینجا بارگذاری کنم، جایی که میخوام بارگذاری کنم عکس رو کلیک میکنم، افزودن پرونده چند رساله‌ای رو میزنم و میام از اینجا به طور مثال یه دونه عکس اضافه میکنم، مثلا این عکس و اون عکس رو اینجا قرار میتونم عکس رو وسط چین و چپ چینش بکنم یا سایز عکس رو تغییر بدم. خب میتونم اون رو یا به صورت پیشنویس بذارم یا در انتظار بازبینی بذارم. در انتظار بازبینی مدیر سایت یا سئو کار میاد و تاییدیه‌شو میده. خب من پیشنویس میذارم. خب میتونم منتشر کنم، میتونم دسته‌بندی بهش اضافه کنم، مثلا دسته‌بندی قهوه ها. میتونم برچسب بهش اضافه کنم. برچسب یه توضیحات خیلی کوتاه در حد 5 تا 10 تا برچسب خوبه، مثل همون هشتگ هایی که ما داخل اینستاگرام داشتیم منتها اینجا با کاما جدا میشه. مثلا قهوه اسپرسو کافه. خب میام اینجا قالب پیش‌فرض میتونم بذارم. این قالب‌ها جایی هست که ما توی سایت که می‌خوایم درست کنیم یه سری قالب پیش‌فرض برای محتوامون ایجاد می‌کنیم که اونا رو استفاده می‌کنیم. خب من اینجا الان قالب پیش‌فرضی ندارم. تصویر شاخصم تصویر اصلیه که برای یک محتوا قراره. خب من الان میام یه دونه عکس اضافه می‌کنم به اینجا که شما ببینید. خب من اینجا 2 تا عکس دارم. برای اینکه این عکس‌ها رو داخل رسانه‌های خودم قرار بدم، بارگذاری پرونده ها رو میذارم، گزینش پرونده ها. داخل این قسمت میام و اون 2 تا عکس رو انتخاب میکنم. و حالا یکیشون رو قرار میدم به عنوان تصویر شاخص، مثلا اینو انتخاب میکنم. خب میذارم و انتشار رو میذارم، به روز رسانی میکنم. خب حالا به جای این عکس هم از همون عکس استفاده. برای بزرگتر شدنش یا راستچین یا چپچین کردنش هم میام داخل ویرایش اندازه کامل اینجا بذارم. حتی من میتونم اندازه سفارشی بذارم، مثلا بهش بگم که ارتفاع رو ببر بالا، مثلا بکنم 900 که به این شکل بشه، یا بکنم 1000 که اصلا یه گوشه هاشم مشخص بشه. خب حالا من میتونم از قسمت پیش نمایش ببینم که چیکار کرد. اون تصویر شاخصی گذاشتم، اسم نویسنده رو گذاشته،
یا بهتر بگم اسم سایت رو گذاشته، اسپرسو چیست، یه محتوا و یه دونه عکس. اینجا هم که افراد میتونن دیدگاهشون بفرستن. به همین جالبی. خب حالا ما میریم توی قسمت برچسبا. اینجا برچسبایی که ما درست کردیم رو میذاره که میتونیم از برچسبامون اینجا حتی براش نامک بذاریم، توضیحات بذاریم. اینا برای سئو خیلی خوبه. توی قسمت برگه ها بریم. ما توی قسمت برگه ها میتونیم یه صفحه برای سایتمون بسازیم. به طور مثال من میام الان یه برگه میسازم، اینجا اسم برگه هم میذارم مثلا قهوه و این برگه صفحه اصلیمه. میام اینجا مثلا یه سری نوشته می نویسم که به قهوه فروشی خوش آمدید. خب و انتشارش میبینیم که بعد اینکه ما انتشارش دادیم، الان اگر من سایت رو بیارم بالا برام نیاد. خب چرا برام نیورد؟ چون من به عنوان صفحه اصلی قرارش ندادم. میام از قسمت تنظیمات خواندن، اون برگه‌ای که من اینجا اضافه کردم و باید از این قسمت بذارم تو صفحه اصلی یا صفحه نخستم. من حالا که بیام سایتم رو یه رفرش بکنم برام صفحه‌ای که ساختم بیاد. این میشه صفحه اصلی. حالا ما جلوتر بحث دیزاین رو کامل کار میکنیم. خب دیدگاه ها که ما میتونیم یه دیدگاهی اگه فرد گذاشته باشه، به طور مثال من میام الان توی قسمت مقاله‌ای که نوشتم توی این قسمت، مقاله ها همه میاد اینجا، من مقاله‌ام ببینم و یک دیدگاه براش بزنم. این هر دیدگاه ها بیشتر باشه سئوتون بالاتر، ولی به این معنا نیست که دیدگاه فیک بذارید، یا چون خود گوگل متوجه میشه. مثلا من اینجا نویسم سلام و این دیدگاه رو میفرستم. خب دیدگاه سریعا میاد اینجا میشینه، یعنی چون تنظیمی براش انجام نشده که تایید بکنه یا ردش بکنه. ولی شما میتونید توی تنظیمات اینجا بگید که اگر کسی دیدگاهی گذاشت حتما من باید تایید بکنم تا نمایش داده بشه. خب من این دیدگاه رو میتونم ویرایش کنم، مثلا میتونم تغییراتش بدم، یا میتونم اونو نپذیرم یا بپذیرم، یا اصلا بندازمش تو دفعه که کلا حذف میشه. اگر زباله‌دان بندازمش که میره تو زباله‌دان و دوباره میتونم برش گردم. خب فرق جفنگ و زباله‌دان اینه که شما وقتی این میره تو جفنگ عملا به این معناست که یک چیز بیخودیه، ولی تو زباله‌دان ممکنه شما یه چیز خوب باشه ولی نخواهید نمایشش بدید. اما جفنگ یعنی مثلا اسپمه یا بیخوده ایناست. خب اینم ترجمه فارسی کرده. خب توی قسمت بعدی نمایشه. نمایش همون پوسته ها شما رو نمایش میده. وقتی شما یه قالب نصب کنید، قالبتون میاد اینجا. فرق پوسته، قالب و دمو اینه. پوسته عملا یه صفحه است که کدنویسی خاصی روش انجام نشده عملا، یعنی به شما یک سری امکانات و اینا نمیده. اما قالب به شما خیلی امکانات میده، یعنی شما به شما میده هدر میتونید تغییر بدید، فوتر میتونید تغییر بدید. خود قالب یه عالمه کدنویسی شده، امکانات خاصی براش گذاشتن. اما پوسته اینطور نیست. دمو هم هر قالبی یک سری دمو داره، یک سری صفحات طراحی شده داره. پس فرق قالب و پوسته و دمو رو متوجه شد. یه ویرایشگر آزمایشی هم گذاشته اینجا خود وردپرس که همون گوتنبرگ
گوتنبرگ اذیت کننده است که ما باش کار نمی کنیم، ولی باید بدونید دیگه این اگه با این فضا مواجه شدیم گوتنبرگ اصلا هم خوب نیست. یه نسخه خیلی ساده گذاشته اینجا و چون از گوتنبرگ وردپرس خیلی خوشش میومد، اگه گوتنبرگ سرچ بکنید براتون میاره، یک شاعری ظاهرا بوده.